در تاجیکستان چند سال اخیر است که بعضی از رسانه‌های دولتی نه تنها مثلا با حزب‌های سیاسی مخالف بلکه با بیشتری روشنفکران و روزنامه‌نگاران در مشکلات قرار دارند. نسبت آنها مقاله‌های تحقیرآمیز نشر میشه در رسانه‌های دولتی اکثرا و همین نشر شدن همین گونه موادها ضد حرکت روشنفکری خب یک اصطلاح به وجود آورد که مقامات‌های ما یک نهاد غیر رسمی دارن با نام فابریکه جواب که به اندیشه ها، عقیده های روشنفکران و اندیشمندان که به تعلیمات و بگیریم که نقطه نظرهای حکومت موافق نیستن خب جواب میدن و اونا رو بیشتر نه برخورد علمی میکنن بلکه بیشتر خب یک جواب با تحقیر اینا میکنن و مواد مقاله های شما که بیشتر در رسانه ها پیدا شد همین ذهنیت با وجود شما فابریکه جواب هست. شما مثلا چگونه میتونین برای بیننده و خواننده ما بگید فابریکه جواب نیستین؟ ببینه که مثلا باید که مقاله های دقیقاً مقاله های مشخص باید نامبر کرده شود که مانند هستند به فابریکه جواب پیش از همه. دوم ما نه فقط در رسانه های دولتی بلکه رسانه های مستقل هم چاپ میکنیم و حتی یک صحبت با آزادگان داشتیم، با عزیز نقیب با نگاه داشتیم، طول 2 ساعت ما صحبت داشتیم. صحبت در شکل مواد یا صحبت نه مسئولین با مسئولین داشتیم با امروز نیوز ما یک دفعه نه چندین دفعه رد و بدل و خب هم تلفنی و هم روبرو داشتیم. با رادیوی امروز داشتیم که با ما رو پذیره، با ما همکاری کنه، ولی اونو قبول نکردن. متاسفانه اونو قبول نکردن. حتی یک مواد ما را نه نگاه نه آزادگان نه مثلا امروز نیوز خب یک مدت میکرد ولی دیگر قطع کرد. بارها درخواست ما قبول نشد، رد شد از طرف مثلا همین رسانه های مستقل و ما خیلی در یک وضعیت احساس میکنیم که در یک وضعیت شدیداً بگیم در محاصره هستیم از طرف رسانه های مستقل و اونها مثلا با درخواست زیاد هم مثلا چاپ نمیکنن. این یک مسئله است. بعد دیگر مسئله ای که گروه ما بود، یعنی مرکز ما بود که اولین مراتبه تشبث در مورد اپوزیسیون سازنده پیشنهاد کرد و حتی در همین رسانه‌های حکومتی چاپ شدن چیزا. اپوزیسیون سازنده که موجه گفتیم مثلا مشکلات وجود نداشتن اپوزیسیون سازنده و چگونه به وجود آوردن اپوزیسیون سازنده و این مثلا اولین شاید اولین نباشه، لیکن ما از گروه تشبثکارایی بودیم که در مقاله ها سنتی تنقید کردن، در مقاله هایی که در رسانه های دولتی چاپ میشن سنتی تنقید کردن ما وارد کردیم. این چیزایی هست که اصلا در مقاله هایی که مثلا فابریکه جواب هست ما در وجود ندارن. اگر که باشد بگذار مثلا نفرایی که همین گونه نظر دارن پیش گویند مقاله نامبر کنن کدام مقاله همین گونه چی است. بعد دیگر مسئله ای که بود گویا ما مقاله های مستعار می نویسیم. ما بار دیگر میگیم یگان نفری ما اصلا در پی اون نیست که یگان مقاله مستعار نویسد. ما فقط با حزب نهضت اسلام یا که با به اصطلاح شما گروه های روشنفکری نه بلکه با حتی بعضی مقامات دولتی نیز حکومتی نیز در برخورد هستیم. نظر ما این است که مثلا در تاجیکستان در دولت دنیوی تاجیکستان کلوش ایدئولوژی وجود دارد، نه فقط در دایره روشنفکران بلکه در داخل حکومت نیز کلوش ایدئولوژی وجود دارد. اگر مشخصا صحبت کنید این کلوش‌ها کدوم میتونن؟ خب مشخصا کلوش‌ها این است که امروز 3 راه پیشنهاد شده است. یکی راهی که مثلا روشنفکران نهضتی پیشنهاد میکنن که دین و دولت را مثلا یک میسابند و میخواهند مثلا بسیار عنصرهای دینی را در دولت ببینند. راه دوم راهی هست که ما پیشنهاد کردیم، یعنی که بین دین و دولت جدایی باشد و دین سیاسی نباشد.
دین کارش فردی هر نفر باشه. راه سوم پیشنهاد می شود و متاسفانه از طرف بعض مقامدارای حکومتی، بعض ایدئولوگ های به اصطلاح ایدئولوگ های حکومتی پیشنهاد می شود، این راهی هست که اونها میگن همون کورسی که ما داشتیم مدت 20 سال تجلیل از مثلا شخصیت ها و حادثه های مثلا بزرگ دینی مقدس دینی و مثلا از استفاده کردن از مقدسات دینی به خاطر امور سیاسی و همین گونه کارها، مثلا یا که مثلا از مذهب حنفیه بیشتر یادرس کردن و حتی استفاده کردن، همین چیزها اونا میخوان که در مثلا در سیاست حکومت جا داشته باشد و احساس آخری ما مرکز ما این است که علاقه حتی در مثلا در همین سمت نیز ما مثلا بگیم که در یک تنگی قرار گرفته ایم و از دو طرف ما مورد قبول نیستیم، هم از طرف نهضت و هم از طرف بعضی ایدئولوگ هایی که مثلا در حکومت هستند. ما دیگه مورد قبول نیستیم که پیشنهاد ما باید که دین از دولت جدا باشد امروز کم شنیده می شود. و همین دلیل آخری که همین شب و روز حزب‌های سیاسی از نه فقط یک حزب بلکه همه حزب‌ها از نام خدا و از نام دین سوء استفاده کرده ایستادند در معرکه پیش از انتخاباتی. دلیل بسیار استوار است. جناب خالقزاده، ببینید مثلا با آن که همین مناسبت هایی که شما میخواهید در ما وجود نداشته باشد، یعنی سیاسی و اقتصادی بودن دین و اعتقاد و این چیزا، ولی خب اینا در شکل یک اینستیتوت در داخل مثلا مناسبت های ما و در داخل هویت ما وجود داره. ما بیشتری نظریه پردازان هم میگن که برای آن که خب اینا در اختلاف نیو در همکاری باشد، باید حرکت روشن فکری ما روشن فکران و حکومت یک برنامه مکالمه را پیش بگیره که هر کسی که خب ناراضی است یا اختلاف دارد در مکالمه باشند تا این تواند برای پیشرفت جامعه ما مساعدت کند. یعنی بالاخره مقصد همه ما این است که پیشرفت باشه، اما ثبات و پیشرفت باشه. پیشرفت باشه. خب یعنی همچون شهروندی عصری 21 یک شهروندی متمدن خود احساس کنیم. بله. شما جانبدار مکالمه این چیزا نیستی؟ اصلا من جانبدار هستم که مکالمه باشد، ولی بیرونتر از بحث دین، چون که کدام مدل هست که اگر در صورتی که دین وارد بحث سیاسی و اقتصادی من اجتماعی باشد، کدام مدل هست که ما او را قبول کرده میتونیم. خب ببینید که مثلا در همین جامعه اسلامی، در دولت های اسلامی چی مدل وجود دارد که ما میتونیم وارد کنیم او را. در کشورهای اسلامی مثلا غیر کشورهایی که مثلا دولت اسلامی نیستند، مثل امارات متحده عرب و دیگر مالزیا. بله نه خب ولی ترکیه و مالزیا حسابش دیگر است. در کشورهای عربی که مثلا نظامی اسلامی ندارند، در اوجا پیش از همه حزب سیاسی اسلامی وجود نداره. نه تنها حزب سیاسی اسلامی، عموما حزب وجود نداره. و در دولت اسلامی عربستان عموما حزب وجود نداره، ولی دولت اسلامی از بر پایه شریعت است. در قطر نیست همچنین. در دولت اسلامی ایران حزب سیاسی وجود ندارد. ببینید در تجربه همین کشورها مدل وجود ندارد. در تجربه پاکستان حزب‌های سیاسی اسلامی بیرون از چی هستند؟ بیرون از فعالیت رسمی هستند و افراط‌گرایی به اندازه خیلی بزرگ است. و در افغانستان ببینید که تجربه افغانستان، در افغانستان زیاده از 20 حزب سیاسی بر پایه اسلام است و هر کدام اون دعوای حقیقت مطلق میکنه. و مثلا سادات و جماعت اسلامی و دیگر حزب اسلامی حکمتیار و ببینه که دعوای مثلا مطلقیت و دعوای مذهب کردن در اینجا چه رایج است. و همین گونه یک مدلی که انا بر پایه اعتقاد دین
آورده شود و مثلا ساخته شود وجود ندارد. و ترکیه مثال دیگری که گفتید، ترکیه تا به نزدیکی یک کشور دنیوی بود و امروز می شود به یک کشور اسلامی تبدیل می یابد آهسته آهسته. عین حال ما در مورد همون امکانیت ها و دستاورد هایی که این دولت دنیوی در عصر 20 داشت در همین مورد ما تصور داریم، ولی در آینده نزدیک به چی وضعیت گرفتار میشه معلوم نیست. و بعدا مالزیا، کشور مالزیا خوبی کشور اصلا کشوری هست مثل یک کارزار یا که پایگاهی اقتصادی کشورهای ابرقدرت‌های جهانی است و اوجا مدل اسلامی به خاطر نگاه داشتن هویت است اصلا. و مدل اسلامی اصلا نه در سیاست است نه در اقتصاد است، فقط به خاطر نگاه داشتن هویت در همین کارزار است، در همین به اصطلاح پلیگانی است که اقتصادهای بزرگ جهانی است. خب ما مدل نداریم برای کار. مدل نداریم یا که از نظر شما مدل موافق وجود ندارد، اما امکان دارد که همین نمونه، همین الگو، همین مدل ساخته شود مثلا با هم آمدنی و یک مدلی که مثلا نه جامعه را به سوی اختلاف ها و چالش ها در مقابل هم بلکه به پیشرفت برساند. خب پیشنهادی مثلا ما این است که تاجیکستان یک مدل خاص داشته باشه، چون برای این زمینه های تاریخی و فرهنگی داره. کشوری هست که فرهنگ بسیار عمیق و فلسفی و استوار داره و کشوری هست که فرهنگ و مردمی دارد که در اینجا مثلا استقلال خواهی و آزادی خواهی و فردگرایی و چیزا هستند و بودند. کشوری هست که به فرهنگ اگر ما برگردیم به مثلا آیین جمشید، اولین نفری هست که بگذار بای افسانه باشد، اولین نفری هست که دین و دولت جدا کرده است. در داستان جمشید شاهنامه ببینید، بله در اوستا هم همین گونه است و از شروع کرده از جمشید حتی خود فردوسی مثلا چگونه اشارت خوب میکند که مثلا دین به چی خاطر است. وقتی که به سیاست و اقتصاد وارد شد به خاطر به دست آوردن منفعت ها است یا که به خاطر اختلاف انداختن می شود. و یعنی که ما هم امکانیت فرهنگی داریم و هم امکانیت مثلا تاریخی داریم که یک مدل خاص سازیم که دین بگذار کار فردی هر نفر باشد و تمام گروه های سیاسی ما بیرون از دین فعالیت کنند. ببینید که همین مفهوم حزب چی است یا پارتیا چی است. پارتیا این یک مدل رشد است. مدل رشد، بله مدل رشد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی است. درست؟ ولی مدل حزب اسلامی چی است؟ مدل مذهب است. بیرون از مذهب وجود ندارد و بحثایی که امروز مثلا حزب‌های ما میکنند در هم چارچوبه مدل‌های مذهبی میکنند، یعنی که مدل ما باید کلاً دنیوی باشه، کلاً یعنی دین اشتراک نداشته باشه در این مدل. خب اما ببینیم که مثلا بجز مثلا سازمان سیاسی حزب نهضت اسلام باز مثلا ما حزب‌های دیگر داریم، مثلا حزب سوسیال دموکرات. خب شما حتما میدونید که مثلا ایدئولوژی سوسیال دموکراسی در اروپا و یا تعلیمات‌های پیشرفته بود و درست این چیز. اما مثلا حکومت ما در برخورد در مخالفت بسیار شدید با حزب هم قرار دارد. بله. خب یعنی صحنه سیاسی ما نه در اساس خب همون قسمتی که شما میگید جهانبینی علمی، نه در اساس مثلا ارزش‌های بشری، ارزش‌های معاصر انسانی که مکالمه باشه و مبارزه سالم و رقابت باشه چیزا نیست. خب این اختلافی که مثلا با حزب سیاسی دموکراسی چی میشه؟ پیشنهاد ما این است که مثلا حزب‌های دنیوی باید فعال باشند و بگذار گروه‌ها مثلا که در شکل حزب سیاسی می آیند فعال باشند و با آنها امکانیت وسیع داده شود. خب ما مثلا این کار نمیکنیم، ما میگیم، ما گفتیم که مثلا مشکلات مثلا برای ماندن
حقوق بشر، مثلا پرینسیپ های دموکراتی و دنیویت این چیزا هست و برخوردی که مثلا با حزب های سیاسی می شود برخوردی نادرست است، ناموافق است و اصلا ببینید همین به 10 سال گذشته نگریم، 10-15 سال گذشته حکومت ما در حزب نهضت اسلامی یک رقیب دید که باید او وجود داشته باشد و دیگر حزب ها نباید مثلا فعال باشند و همین گونه ساختن، همین گونه با وجود آوردن شرایط مساعد برای حزب نهضت اسلام باعث گردید که دیگر حزب ها در پس منظر افتادند و در زیر فشار افتادند. حزب های دنیوی به شمول حزب سوسیال دموکرات و دیگر اینا به همین خاطر که دیگر پیش از همه که مثلا در خط اول همچون رقیب اول درجه نبودند، در مثلا از امتیاز به امتیاز گردیدند و دیگر جهت این بود که اینها حزب‌های دنیوی بودند و برای همین یک وضعیت، یک شرایط ساخته شد که الटरनेटिव دنیویت از بین برداشته شد و برای مردم فقط حزب نهضت اسلامی همچون الटरनेटिव باقی ماند و همین گونه مثلا شرایط سازی پیش از همه باعث گردید که حزب نهضت خیلی فعال گردید و دیگر اینکه مثلا دیگر حزب ها از بازی سیاسی بیرون، از مبارزه سیاسی بیرون افتادند. سوال آخرین، بله، شما فکر میکنید تا کجا موفق میشید در این کاری که پیش گرفتید؟ تا کجا ما در این راه، یعنی دو بخش است، یعنی در تشکل جهانبینی علمی موفق میشیم و در موقع خود که ما مثلا میخواهیم که گروه های تشبث شهروندی بیشتر گردن موفق میشیم. خب ما احساس کردیم که مردم نظر نیک دارد به ما. خب یعنی که ما احساس میکنیم که در همین گیرودوری که هستیم چون برخورد ایدئولوژی با مثلا گروه های مخالف داریم و همچنین یک گونه کلوش ایدئولوژی مثلا در حکومت وجود دارد، ما تنها نیستیم. مردم ما را خب اول نفهمید ولی خیلی بهتر امروز میفهمد که ما بر ضد اعتقادی اونا نیستیم، ما یگان گونه مثلا اتئیستان جنگنده نیستیم و اصلا ما تأکیداً گفتیم که سبب شکست شوروی هم همین بود و ما همچنین میدونیم که مردم ما 70-80% نمیخواد در دولت اسلامی زندگی کند و میدونیم که مثلا مردم علاقه میدوند که ما مثلا به همون پرینسیپ دنیویت، پرینسیپ اساسی دنیویت که آزادی وجدان است باور داریم و پیگیری میکنیم. به همین خاطر مثلا ما باور داریم که مردم ما را درست میفهمد، گرچنده که در اطراف هم کلوش ایدئولوژی وجود دارد و هم برخورد ایدئولوژی با مخالفان. امیدواریم، هم آرزو میکنیم که هر نهاد، هر مرکز، هر حرکت هایی که در این دولت ای جامعه با وجود میاد سرانجام نتیجه عمل کرد و کارهاشون برای پیشرفت دولت ما، برای ساختن یک جامعه مدرن و آزاد و پیشرفته باشه. برای این صحبت بسیار خوب و فکر میکنم خیلی جالب از شما تشکر و خود امیدوار هستیم که در آینده هم یک صحبت های خوب و گوارا داشته باشیم. ما امیدوار هستیم.